غده سرطانی دوم تخریب، جنگ. غده سرطانی سوم فحشا و فساد. شما فقط یه سفر برید توی کشورهای خلیج، امارات، برید دبی، وقتی از هواپیما میان پایین، آیین عرب های شیخ نشین اونجا که معموشون با اسم طرف، اسم دختر، ناموس ایرانی ایستاده تا را گم نکنه، اشتباهی توی ماشین دیگه سوار نشه بره، و اونجا میفهمی ایرانی بودن چقدر افتخاره، چقدر برای ما باعث شکوهه، چقدر عظمت داره شیعه و ایرانی. زنهای ایرانی رو دیدم کنار پل ایرانی ها معروف هستن مکه، حاجی ها میدونن کجا رو میگم، انگشتر تو دستشون کردن، آقانون اومده بره مکه، اونجا انگشتر فروشی رو انداخت، پسته میاره بفروشه، زعفرون میاره بفروشه، برای که بتونه 4 تا تیکه آشغال بگیره برکت. مکه میره اونجا آبرو میفروشه. و عربای شهوت پرست میان با دست زن ایرانی به بهانه اینکه انگشتر بخرن بازی میکنن، نیم ساعت 1 ساعت با زن ایرانی حرفاشونو میزنن، بعد ول میکنن. برات اساتید نشستن میدانن، تاریخ آدم نگاه میکنه لذت میبره. این عربای شهوتران بی ادب زمان امام صادق یه سشون خیلی بی تربیت بودن، اینا گوشه کوچه ها قارون یه غیرت هم به جهان عرب بده. غیرت دارن، گردناشون کلفته اما غیرت ندارن، سبیل دارن 0.5 کیلو اما یک لاخه جو غیرت توشون نیست. جهان عرب اسلام هر چه میگوید دقیق میگوید، هر چه میگوید درست میگوید. و آداب و سنت ما ایرانی ها هم باور کنید عجین است با آداب و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عجین است. بزرگترین اکتشافات مال ماست، بالاترین آیکیو رو ما داریم، بهترین استعداد ایرانی داشتن، اصلا ما رو قرآن تعریفمون رو کرده. من چند وقت پیش رفتم شیراز، چند سال پیش رفتیم این تخت جمشید رو ببینیم، گفتم آقا چرا این آیه ذوالقرنین شما نمی‌نویسید اینجا؟ که بعد آیت الله هاشمی رفسنجانی هم اشاره کردن به این مطلب. تو تفاسیر داره آقا این کوروش کبیر، داریوش کبیر، چه می‌دونم این ذوالقرنین، شما قرآن رو بخوانید تعریف این ایرانی رو کرده.